تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بر من. خدا گویم خدا جان، ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بر من. خدا گویم خدا جان، ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. شوم خاکی پایت مادری جان. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز جمعی تبریکاتی شهران در دهه میرانپور عزیز و عظیم در خانواده کامیل احمد برای تبریک کردن جشن 63 سالگی پیغمبر سالی خالد خلا آمدیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام فردوسکه، رسول نکه، فروخکه آماده کردیم و میخواهیم پیشکش شما کنیم. با ما باشید. با شبکه شهران آغاز میکنیم. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام بر مردم فرهنگیده. السلام علیکم زنبانوان، مادران عزیز و زیبای میرانپور عزیز. السلام علیکم پدرها، همه شما را به خانواده کامیل احمد خوش آمدید میگویم. برای امروز باعث سرجمی ما جشن 63 سالگی پیغمبر سالی خالد خلا را جشن گرفته ایستاده بودیم. برای خالد خلا و کامیل احمد قرصک‌های بخواد میزنیم، پیش آمد تکلیف میکنیم. مرحمت مرحمت. کامیل احمد خالد خلا شما را برای زمان دعوت میکنیم. السلام علیکم. خالد خلا زاد روز مبارک، روز تولد را، میلاد عمر را، مولود خجسته را برایتان مبارکباد میگویم. کامیل احمد این بیرم مبارک باشد. خاندانتان بعض بالای بعض می‌بینید که نویره عزیزتان یکم بار خاندانتان با مهمانی آمده است. خدا کند هر بار فقط مهمانی بیاید. سال آینده عبیره ها تولد شد، ما با تولد شدن عبیره ها شما تبریک بگوییم. امروز روزی خرسندی است. کامیل احمد خالد خلا حالی چشم شما با چند ساله برید؟ شما هم تو با یک چشم مهر نگاه کنید کنید حالی چشم شما با چند ساله برید؟
پیر کیسه نه اقلا 17 یا 18 یا 20 گوید اقلا بگذارم خیلی خوشی خورسندی خوش چکچکی شما این را ترک نسازد. حالا دخلا حاضر همراهی فرزندان صحبت کردیم، همراهی پسرها. ما در خاندان 3 پسر هستیم بودیم و مادر ما برای همه ما فقط مهنت کردن. شب و روز برای ما طعام‌های بامزه پختن، تیار کردن و حاضر باشد کمی مانم میترسانند. خدا کند هیچ وقت کسل نشوند. مادرم، پدرم در سر ما سایبان شدگردند. سایبانی سر فرزندان باشند. ناز ببینیم شدن. پدرم چندین سالها در فابریکا، در کارخانه های با نفوذی سمرقند کار کردند. مادرم باشد دهقانی، باغبانی کردند. یگان مراتب از زبانشان نشنیدیم که پسرم شد من هلاک شدم گفتگی سخن نشنیدیم. پدر مادر چنین انسان بوده است. همه مادر صاحب وقت کردن، توی کردن و بعد از آن باشد اکنون نوبت نبیره ها گفتن باز مهنت کرده برای نبیره هایشان تمامی عمرشان را فدا کردند. برای پدر مادرم رساند که فقط برای خودشان زندگی کنند، فقط صحت سلامتی خودشان نگاه دارند که برای ما بغیر از آنها یگان انسانی غمخوار نیست. ناز ببینیم شاید دوست می‌داریم تا دنیا باشد و هیچ وقت در دو زندگی را نبینند. هزار رحمت که ما فرزندان را با مهنتی حلال کلان کردند، لقمه حلال خوراندند برای ما. تشکر. برای خالد خاله، برای شما از نام فردوسکه، از نام رسلانکه، فروخکه میگویم مادران را پاس دارید، بهزی مادر شانه نیست. بحری حل مشکل مانند او فرزانه نیست. از شراری زندگانی گر بسوزد جان و تن، همچو مادر گردی ما غمخواره و پروانه نیست. جای او را خاص داره چون مقامش عالی است. غیر او هر رفیق نانی و گاه مالی است. جمع آرید هم اگر در یک مکان حل جهان، به وجودش آن مکان و قعر دلها خالی است. خالد خاله این زندگی بوده است. بسر هر مرد پستی و بلندی ها می اومد است. بعضی فرزندان گفتن وقتی که بلندی ها می بیاید کیسه ها پوری پول می شود، جیله های کیسگی بسیار می شود. وقتی که آن بایگری کمی از مقدارش پس شود و بکایچه نبرآمده مانی اگر یک کس آمده افشته در و دروازه نمی کشید و خبر نمی گیرد. ملال می آید که تلفن کرده از حال و احوالت پرسیدن. لیکن تو در کدام وضعیت باشی هم پدر مادر همیشه یادت بوده است. ما کلان شده فهمیدیم که پدر مادر چنین شخصیتی بزرگ بوده است. بودنشان ما شکر میگوییم تا دنیا باشد و هیچ وقت دیگر ما را نترسانند و همیشه سایبان ما گردند. زادروزشان مبارک باشد. حاضر کامل من 63 سالگی یوبیلی 63 سالگی پیغمبر سالی شده است. چند سال شد تو اشتباه تو کنم؟ 45 سال شده. انیقش خب یک ماتماتیک باشد و حساب کنم 44-45 سال. خالد خاله 45 سال راست شبوه من پسرها طرفگیری شما 45 سال بعد چند بار گل پدر کدن کنم؟ 8 سال یک گل میکنم 8 مرتبه در ازدنی بچه؟ در ازدنی نبینید که تیرمام گلا قیمت میشه 8 مرتبه بهار گلا ارزون میشه وقت که میرن همه لاله و گلها شکلفان. شما خودتان گلی ثبتی خاندان هستید که برای این پدر عزیز 3 فرزندی اصیل رو به دنیا آوردید. حاضر من در روزی زادروزتان رمزی محبتشان را اظهار میکنید برای شما با دستگلی زیبا با یک قلسکا مرحمت به دسته را تقدیم میکنید. مبارک باشد. زادروز مبارک. مبارک باشد. و البته در اینجا شیرینی داریم برای ابراز صاحب جشن ها. مرحمت کارتون رو نزدیکتر میبیاریم، شیرینی رو میبریم و از آن تناول میکنیم. مرحمت.
مبارک باشد. خدا کند که خاندانتان و همیشه مانند امروز انسان‌های نزدیک، انسان‌های به دل نزدیک بیاید. حاضر همراهی فراخکه صحبت کردیم و این لحظه ها را تیار کردیم. امروز زادروزی مادرم باشد هم برای پدرم رحمت بیاید. پدر ما برای ما سه فرزند مردانوان زندگی کردن را آموزاندند. قهرمان خوردی ما هستند. چقدر که در مکتب ها از کودک پرسند که قهرمان تو کیست؟ گفتم ما تا حال میگویم که پدرم هستند. پدر هست که ما غم نداریم. پدر هستند شاهستان خاندان. پدر دعاگوی با فرزندان نبیره ها. برای پدرم رسانید برایم بهترین مردی پدر جان، بسد مهرم بپروردی پدر جان، مرا با مهنت و نانی حلالت کلان کردی پدر جان. به دستم هدیه میدادی با شوق، چون میگفتم چی آوردی پدر جان، میخواهم داغ ما سرسبزی تو، نبیند روی تو زردی پدر جان. ما در دل نیت‌های بسیار داریم، بسیار آرزوها داریم. از خدا میپرسیم که همه آرزوها ما رساند. از همه آرزوی کلانترینم این به زیارت کعبه فرستادن پدر مادرم هست. خدا خواهد همین کاشانه زیبا که چندین سالها مهنت کرده برپا کردن پدر در اینجا حج آشی‌ها کردن برای ما فرزندان نصیب کند. میگویم فراخکه، رسلانکه، فردوسکه شما را بسیار دوست می‌دارند. صادرتان مبارک باشد. حالا حاضر باشد میخواستیم کامیلا مک خالده خاله را در روز خورسندیشون یک تبریک کنه. مرحبا. خدا ایلم عمر شراشه فقط بخوی نفرین همه بولای برای چکروش سلامت کرده. اساسیش خویش پیر شویم. یک جوی دمی پیری با دولت پیری رو دیدن نصیب کند. فردوسکه مرحبا. کامیلا مک همین صحنه به اولین قدم های گذاشتم که دیده یک 10 سال پیش میکروفون های سیمگین بود و لب نزدیک داره مگر تاک میزد. برای همین ماست میکروفون بیسیم گفتیم احمونم میترسن حاضر ده تبریک کنه ما داره. مادر جان عزیز از نام فرزندان شما تبریک میگویم که من هر سه پسر از پیششان سه دختر آوردم برای شما. سه کلیتی در این جنت در خدمت شما هستند. رسولان که تبریک میکنن. فراخکه مرحبا. السلام علیکم. خوش اومدید همتون. من بیمار حرمت که اومدید در رحمت همتون در این صد 120 ساله شوند در سر شمایل حاجیانه شده گردند و در اینجا نبیره هم دو دسته دارم برای اون جانشون مرحمت تقدیم میکنیم. گلها را مرحمت بیا. Bangladesh, rahmat. Assalomu alaykum mehmon aziz. Imroz zodrozi oniman. Onajon sardadure sari hammoda sog' salomat kardik. Rahmat. Khalida xola. Marhamat. Assalomu alaykum mehmonon aziz. Imroz zodrozi imroz xona onajon man va bobojon man omadan. Imroz zodrozi ke tabri begna sardadure ona. السلام علیکم همراهان و آنجان ماش دکتر رو که تبریک میکنم. خدا داده که عمر همه با خوشبختی کنه. سال مهادر بابا که هر دوی تا سلامت کرده. این روزای دیگه هم ماش گذشته میره. کلینی کلانی گذر دیولا شما گریه نکرده شکر سندانه مرحبا. السلام
میرسه بیمون ما وقت دست و صبح سلامت کرده همه وقت خوش خورسم دیگه که زنی بودی بسید گرینی نوبتی مرحمت کدام اصلا السلام علیکم مهمونات خوش آمده و درگاه ما نوری دیده تاجیسه امروز صد بدوره 100 ساله شده سر همون و داریم ساخت باشه شما هسته ما هستیم همین بچه همون نگاه کردن میشینیم و کار برو من میریم همونش به شما به رحمت یکون باید کردی باشیم گپای سخت زگی باشیم حضور میبخشه صد بدوره 100 ساله شده نقش شده روه باقی ملامت سخن نسمی شما ملامت که سر کنید السلام علیکم عزیز مهمانان خوش آمده به درگاه ما الهی ملامت کو که بیمنا پیر شوم خوش پیر شوم امسال همین چقاطی حج آشیا کنیم خدا خواهد نصیب کرده باشه هم یکاتون خوش آمده بیمنا صد داده الهی ملامت شما صد داده رحمت امروز هم دلیز دلیز نامشان رخشانه بانو خالدانه انسان بایترین میرانکل بودید که خداوند در روز زادروی عزتان علم خیلی کریتی در جنت نبیره شیرین از دانکش هم مغز شیرین میگیم برای شما توفه کرده است رخشانه بانو 120 ساله شود عروس نازنین شوانو علمی خالدانه تاکی چی میره قشان و در آمده هزار علیکای خواندن نصیب کند میگه مبارک باشد من دو عروس نازنین به خاندانتان مهمانی آمده بگذار همیشه این خاندان پر از مهمانان پر از توی تنتنه ها باشد میگیم اکنون عزیزان نوبت رو برعکس تیمه یک جویه مادران عزیز شمایان رو برعکس دعوت میسازیم به رقصیم و خورسندی بکنیم خالد خال زادروز مبارک کرید باشه ها مرحمت نه اینا حالا شهرم مرحمت سرودها کدا باشه حاضر تشکر سلامت باشد مرحمت نزدیکتر دارد در این روز دوم من ینگمولا را تبریک کرده و ینگمولا بونری در رو رزق فراز بخوام همه وقت با دادرم همه وقت خوشبخت و زندگی کنم این بدر یافتگی خوشم همه وقت بودتای همه خیلی نیک در رمز هجا رفته بیان گای دادگی خود همازون در رحمت مثلا شمهای خوشم بده نگه دیگر ماجسته شمهای آمده که خود در رحمت رحمت تشکر باز خانها باشد بشنویم یا همه رقص السلام علیکم مهمان‌های عزیز اومدگی خوش اومده هم یکاتون بدنوی خالا جان سر بدره بند پیر شده پاچان کتی خوش پیر شده اجان از سگه با هم دل آدمان جان زده هر شوشیاتی باید باری دیگه سر سالا شده جان زاید روز مبارک السلام علیکم مهمان‌های عزیز خوش اومده بدنوی دوباره جانم خالد جان الهی روزکای دیگه هم خیر این بعد همه خیر سوشنجا که گذاره روزایی که زنون رکی الهی مکرشوه گذاشته رو من اگه پیش خودش که دنیای دخترو
دماغ تا چاق کن لون صد دوره پیر شوی پیری به دولت شوی تا اخیره دیگه هزار رحمت. حالا داخله فراخ که میگویند زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر توی مادر فرشته خاندان من هستند هیچ وقت دیگر ما نترسانند در سر ما سایبان گردن دوست می‌داریم شونه و همیشه در سر ما تاج سری طلایی باشد مرحمت سرودهای شوخ برای شمایان یک جای میرقصه مرحمت Sahibi
شعر از یاد رفتن که میکروفون نشدن مرحبا. بیننده های عزیز، امروز ما در خانواده کامل امک مهمان شده خالد خاله را در جشن 63 سالگی پیغمبر سالیشان تبریک کردیم و این لحظه های شادیانه رو همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید.